خوب باشه. میخوام یه مدل رو با فرمت STL رو تبدیل کنیم به یعنی روش کپی بگیریم پارتش رو ایجاد کنیم. میخوام 0 تا 100 رو انجام بدیم. خب اول مشبادی رو کانورتش انجام میدیم. کانورت میکنیم مشبادی گروپ هم نمی کنیم چون کارش سخت‌تر میشه، جزئیات بیشتر میشه، کپی برداری سخت‌تر میشه. برای یه ذره جزئیات بیشتر میخوایم سگمنت که مقدار بیشتری بتونه پیدا کنه، جزئیات بیشتری بهمون بده. خب این مقدار کافیه. وضعیتش رو نگاه کنیم چجوریه. از کدوم شروع کنیم بهتره. خب نظر میاد این از این بهتر. اسکیل میکنیم، اسکیج میگیریم، نورمال میکنیم. یکم راه پیدا کردن مرکز، شدن یک مربع و مماس کردن ضلع با آرک هایی که بهش نزدیکه. یه ضلع انتخاب میکنیم، شیفت رو میگیریم، آرک رو انتخاب میکنیم، تانژانتش رو میزنیم، بهش میچسبیم. ضلع بعدی رو به همین ترتیب. ضلع انتخاب میکنیم، شیفت رو میگیریم، آرک رو انتخاب میکنیم، تانژانتش میزنیم، مماس میشه. آخری هم همینجور ضلع میگیریم، شیفت رو میگیریم، آرک رو انتخاب میکنیم، تانژانت رو میزنیم، انتخاب. حالا یک کلا تبدیلش میکنیم به نقطه چین. دوباره قطرش هم میکشیم. حالا مرکز این میشه مرکز این دوتا دایره 18.5 سی. یه از دایره ها رو باید بکشیم. یه تکنیک دیگه اینه که نزدیک بشه به اندازه‌ای که داره که این احتمالاً 1.65 زوم میکنیم. وارد دست خارج میشیم. دوباره دایره انتخاب میکنیم، آرک رو انتخاب میکنیم، مماسش میکنیم. این احتمالاً یه ذره سایزش هم بزرگتره. بله 1.7. خب سیبل پرترن رو فعال میکنیم، نقطه چرخشش رو مرکز میذاریم، تعدادم 6 تاست. خب این سمتش تکمیل شد. همش رو انتخاب میکنیم، کنترل سی میزنیم که کپی بشه. حالا یه پرونده جدید کارت باز میکنیم، تاب اسکیج، نقطه مرکز انتخاب میکنیم، کنترل وی رو میزنیم. ببین اسکیج اولش منتقل شد. خب میمونه ارتفاعش رو که به دست بیاریم. از این اسکیج خارج میشیم، یه دونه از تاپش آره با این سطح موازیه، راحت میتونیم تاپش رو اسکیج میکنیم. این نقطه چین میکشیم، از اینجا تا این خطش عمود میگیریم، اندازش رو نگاه میکنیم 15 میلیمتر، از ارتفاع 15. این اسکیجی که جدید چیز کردیم اکسترودش میکنیم 15 میلیمتر. خب این سوراخ هم خزینه کاری شده. مرکزش میگیریم، مرکز این دایره رو میزنیم که خزینه کاریش انجام شه. سایشن انتری بود. مثل خود میمونه. خب میمونه این کات پشتش، از این خارج میشیم، این اسکیج میگیریم، نورمالش میکنیم، اندازه دایره داخلی شد که داری که هم 18 باز. بعدش ارتفاعش رو میخوایم. این از کارهایی که این دل هم اکسترود میکنیم، ماس میکنیم، میبینیم که هنوز 12 11 11 میلیمتر باید. خب به ارتفاع 11 میلیمتر بعد پشت اینو کار کنیم. از این خارج میشیم، میشیم اسکیج میکنیم، خب این اسکیج رو ایدیت میکنیم. دایره بیرونیشو نکشیدم، اندازش ندارم، اندازه دایره بیرونی هم دست میاریم 23 و نیمه.
تماس کنم چه دست سومی 11 میل بعد گارد بخور. این کپی کامل از این مدل برداشته شد. مدل اصلی این کپیش. بیشتر پیچ و خماتش بیشتر میشه. ممنون از شرکت.